برادر عزیز که در مهاجرت یعنی در مهاجرین و در مسافری هستید، یک روایت، یک حدیث من برای شما میخوام. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه هر شخصیتی که از خانه بیرون میشود و نیت و مقصد ریزقی حلال پیدا کردن، یعنی کسب و کار کردن، الحمدلله همه ما شما با این مقصد آمده هستیم. پیامبر بزرگوار میگه درجه مرتبه برابر درجه مجاهد راه خدا است. یک انسانی که وقتی طلب ریزق حلال بیرون میشود، پیغمبر بزرگوار هم درجه و مرتبهش برابر مجاهد راه خدا است، چون که این کسب حلال برآمده است. اگر شما برادر عزیز بزرگوار هر جای باشید، اگر پاکیزه زندگی کنید، اهل طاعت و اهل نماز باشید، ان شاء الله لحظه های شما عبادت نمیشته میشود. حتی پیغمبر بزرگوار مرگی غریبی رفتن، من مات غریبا فقط مات شهیدا، تا کسی در غربت در غریبی به خود خدای شهید بردگی است، درجه شهادت دارد. یعنی